دوستان عزیز، این تولید برق رایگان خیلی تو دایرکت میپرسیدن که آقا نحوه ساختش به چه شکله و نحوه کار کردنش به چه شکلی. دوستان عزیز، این موتور لباسشوییه 180 کاوا، اینام تراکتور، اینام ماشینای سنگینه، یه باتری، یه مبدل 12 به 220، یه مبدل 24 به 12. زمانی که این موتور با این 12 220 روشن میشه، اینا میچرخونه، اینم میاد با این سیما میده به 24 ولت، مبدل 24 به 12. 12 میاد این باتری ها رو داره شارژ میکنه. انقدری ولتاژ این دینام بالاست، مجبور شدم که این مبدله رو بذارم تا بتونه به من 14 ولت رو بده که من بتونم این باتری رو شارژ کنم. بعد خدمت عرض کنم که این الان این چرخه داره ادامه پیدا میکنه. بعد خیلی تو دایرکت میان میپرسن که آقا این شدنی نیست. دوستان عزیز، من همین سیستم رو دارم تو باغم استفاده میکنم. 4 تا لامپ دارم ازش استفاده میکنم با یه تلویزیون، از این تلویزیون های LCD که